ببینید در بحران 2011 چرا دولت آقای اسد موند؟ یک عامل، مهمترین عامل بود. یا نگرانن از اینکه ایران داره فقط الان به روسیه تکیه میکنه. یک اصلی هم در سیاست خارجی روسیه وجود داره مبنی بر حمایت از روس‌تباران در هر جای جهان که هستن. امروز چیزی حدود 1/5 از ساکنان اراضی اشغالی رو روس‌تبارها و روس زبانها تشکیل میدن. روس‌ها چه چیزی واقعا به دست آوردن از اینکه یک دولت متحد خودشون در سوریه از قدرت برکنار بشه؟ ما چه چیزی به دست آوردیم از این همکاری؟ ما هدفی که داشتیم رو در واقع به دست آوردیم. به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر. من امیرحسین کاربخش با یک قسمت دیگه از گفتار در خدمت شما هستم. در طی فصل اول گفتار ما به تحولاتی که در سوریه رخ داد و سقوط دولت بشار اسد پرداختیم و حالا در آخرین قسمت از فصل اول می‌خوایم به نقش روس‌ها در سوریه بپردازیم. امروز میهمان ما جناب آقای دکتر شعیب بهمن، کارشناس مسائل اوراسیا و روسیه هستند. یک بخش رو ببینیم، گفتگومون رو با ایشون آغاز خواهیم کرد. هفته‌های پایانی سال 2012 و آغاز سال 2013 درگیری‌های سوریه به اوج خود رسید و گروه‌های معارض دولت پیشروی سریعی داشتند و تا نزدیکی کاخ ریاست جمهوری بشار اسد هم رسیده بودند. اما روسیه به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند در جهان و همچنین یکی از همپیمانان سوریه در ابتدای بحران بیشتر نظاره‌گر وقایع بود. روس‌ها در اوایل بحران متأثر از روابطشان با اروپا و آمریکا فکر می‌کردند تغییر در رأس نظام سوریه اجتناب ناپذیر است، تا اینکه در سپتامبر 2014 دولت اوباما با هدف مبارزه با تروریسم و داعش وارد سوریه شد. اما بیشتر اقدامات آمریکا کمک به مخالفان بشار و مقابله با نیروهای دولتی بود. این امر باعث شد تا در سپتامبر 2015 روسیه به درخواست دولت سوریه وارد جنگ با داعش و سایر گروه‌های مخالف از جمله گروه‌های مورد حمایت آمریکا شود و همین حمایت نظامی و پشتیبانی هوایی سوریه از بشار اسد یکی از عوامل تغییر توازن جنگ شد. اما ایجاد پایگاه‌های دائمی در سوریه مثل پایگاه هوایی همینین و پایگاه دریایی طرطوس نشان داد که مسکو به دنبال حضور بلند مدت در منطقه است. هدف حضور روسیه در سوریه تغییر روابط با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی بود. از یک سو همکاری نزدیکتر با ایران و ترکیه و از سوی دیگر رقابت با آمریکا و اروپا. آقای دکتر، بی زحمت برای سوال اول این رو ما تو ذهنمون هست بپرسیم ازتون که هدف اصلی روس‌ها از حضور در سوریه چی بود واقعا؟ خب روس‌ها در واقع حضورشون در سوریه یک حضور دامنه‌دار و تاریخی بود و در واقع به دوره جنگ سرد ارتباط پیدا میکنه که خب کشورهای منطقه خاورمیانه همانند اکثر کشورهای دنیا در واقع به دو دسته تقسیم شده بودند: کشورهایی که در بلوک شرق قرار می گرفتن یا حامیان بلوک شرق بودن و کشورهایی که در واقع در بلوک غرب قرار داشتن یا جزو حامیان و طرفداران بلوک غرب بودن. حضور پررنگ در واقع روس‌ها در منطقه خاورمیانه و به ویژه در سوریه به همین دوره جنگ سرد ارتباط پیدا میکنه و روس‌ها از اون زمان در واقع در سوریه حضور داشتن به دلیل گرایش‌های سیاسی که به هر حال حاکمان سوریه داشتن و خب نگاه متفاوتی نسبت به بسیاری از همسایگان خودشون داشتن. بنابراین روابط بسیار نزدیکی بین دمشق و مسکو در دوران جنگ سرد و زمانی که اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت حاکم بود و خب از همون زمان هم روس‌ها در واقع پایگاه‌های نظامی در سوریه و در حاشیه دریای مدیترانه داشتن که تا در واقع زمان حاضر همین پایگاه‌ها و این نفوذ و این حضور در واقع روسیه در سوریه ادامه پیدا کرد. بنابراین از نظر روس‌ها سوریه یکی از مهمترین پایگاه‌های در واقع مسکو در خاورمیانه عربی به شمار می آمد که میتونست به حال تضمین کننده به نوعی نفوذ نسبی روسیه در منطقه غرب آسیا باشه، به ویژه در بین کشورهای عربی. علاوه بر این با توجه به اینکه سوریه در حاشیه دریای مدیترانه قرار داره، به هر حال حضور نظامی در
حاشیه این دریا که خب یک دریای سه‌قاره‌ای هست و در واقع بین آسیا، اروپا و آفریقا کشورهای مختلفی در حاشیه این دریا قرار دارن، بنابراین برای روسیه میتونست یک مزیت استراتژیک قابل ملاحظه به شمار بیاد. به همین دلیل روس‌ها همیشه یک نگاه در واقع استراتژیک و ژئوپلیتیکی نسبت به سوریه داشتن، البته در کنارش تعاملات نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و ارتباطات انسانی و اجتماعی و فرهنگی هم همیشه بین روسیه و سوریه در واقع پررنگ بوده، به نحوی که مثلا یک بخش مهمی از نظامیان سوری در سالهای گذشته در روسیه در واقع آموزش میدیدن و تربیت میشدن و خب مراودات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هم همیشه بین طرفین وجود داشته. بنابراین سوریه یک جذابیت استراتژیک و یک موقعیت ژئوپلیتیک برای روسیه به حساب می اومد در منطقه خاورمیانه و خب به همین دلیل هم روس‌ها تمایل داشتن که همچنان حضورشون و نفوذشون در این کشور رو بتونن تداوم ببخشن. گفتین حضور طولانی مدت داشتن. نگاه مردم و حالا تفکرات مختلف و اقلیت‌های مختلف نسبت به روس‌ها توی این بازی طولانی به چه شکل بوده در سوریه؟ نگاه معمولا نگاه مثبتی بوده تا در واقع پیش از شروع بحران سوریه در سال 2011 که خب البته از سال 2015 با حضور مستقیم نظامی روسیه در بحران سوریه خب این نگاه تا حد زیادی در بین بخش‌های مختلف مردم سوریه یا به هر حال گروه‌های سیاسی که دست کم در اونجا فعالیت می‌کردن، این نگاه دستخوش تغییرات و تحولاتی میشه. یک بخشی از مردم روسیه که خب طرفداران در واقع حکومت بودند و حمایت می‌کردن از حکومت آقای بشار اسد، قاعدتاً جزو کسانی بودن که نگاه بسیار مثبتی به روسیه داشتن، به ویژه در شهرهایی مثل دمشق یا لاذقیه این نگاه مثبت بسیار در واقع پررنگ بود بین علوی‌های سوریه و بین طرفداران حکومت آقای اسد. یک بخش دیگری که خب در واقع در چارچوب حالا اون گروه‌های تروریستی یا گروه‌های معارض قابل شناسایی بودن در سوریه، اساساً دیدگاه منفی نسبت به روس‌ها داشتن، چرا که به هر حال حضور روسیه در سوریه رو به نوعی عاملی برای تضعیف و شکست خوردن و سرکوب شدن خودشون تلقی می‌کردن. با وجود اینکه روسیه در سالهای اول بحران هم هیچ اکت نظامی نداشت داخل سوریه، این همچین تفکری داشتن؟ بله، این مال 2015 نه، یک همچین تفکری بود به این دلیل که به هر حال روسیه از حامیان دولت آقای اسد به شمار می آمد. درسته که حضور مستقیم نظامی نداشت، ولی کمک‌های روسیه به شکل غیر مستقیم در واقع ادامه داشت و وجود داشت در واقع در همون برهه هم. البته این روند و این دیدگاه منفی از 2015 به بعد تشدید شد. تا قبل 2015 برخی از این گروه‌های معارض تلاش می‌کردن که با روس‌ها هم ارتباط برقرار بکنن و اگر بتونن در واقع نگاه روسیه رو نسبت به حاکمیت سوریه تغییر بدن. البته این گروهی از معارضه که داریم میگیم گروه‌هایی هستن که در واقع در چارچوب اون جریان‌های تروریستی و گروه‌های تروریستی نمی‌گنجن، یعنی در چارچوب مثلا داعش و جبهت النصره نمی‌گنجن. مثلا گروه‌های مثلا مثل ارتش آزاد سوریه که خب یا سایر گروه‌های دیگری که به هر حال در اون برهه‌ها گروه‌های مختلفی به وجود آمدن و جایگزین یکدیگر شدن، اینها تلاش میکردن در برهه‌های با روس‌ها وارد تعامل و همکاری هم بشن که بتوانن موضع روسیه رو تغییر بدن که خب البته موفق نشدن این کار رو انجام بدن. گروه‌هایی مثل قسد یا فعالان کرد قضیهشون تا حد زیادی متفاوت هست. اونها دیدگاه منفی یا مثبت در واقع به شکل قاطع نسبت به روسیه نداشتن و ندارن. اونها روسیه رو در واقع فرصتی تلقی می‌کردن یا اساساً قدرت‌های بزرگ رو فرصتی برای خودشون تلقی می‌کنن که بتوانن منافع خودشون یا اهداف خودشون رو به پیش ببرن. حالا این قدرت بزرگ آمریکا می‌خواد باشه، روسیه می‌خواد باشه یا هر
کشور دیگری که در واقع بتونه در اون راستا منافع اینها رو در پیش ببره. به خاطر همین بین گروه‌های کردی و روسیه همیشه ارتباط نزدیکی وجود داشت و حالا اگر دیدگاه‌های منفی یا مثبتی هم بود، این خیلی در واقع غالب نمی‌شد، بلکه اون ارتباط نزدیک رو هم روس‌ها سعی می‌کردن با کردها در داخل سوریه حفظ کنن و هم خود کردها این تلاش رو داشتن که با همه بازیگران مهم از جمله قدرت‌های بزرگ در داخل سوریه ارتباط نزدیکی داشته باشن. به خاطر همین نوع نگاهی که در داخل سوریه نسبت به روسیه وجود داشته در سالهای گذشته، به ویژه در یک دهه اخیر، تقریبا میشه گفتش که به 3 دسته قابل تقسیم. یک دسته حامیان در واقع حکومت آقای اسد بودن که نگاه خیلی مثبتی داشتن، یک دسته معارضان بودن که در طیف‌های مختلف و حال نگاه‌های منفی داشتن، یک دسته هم کردها بودن که تلاش میکردن که به نوعی از طریق همکاری با روس‌ها بتونن منافع و اهداف خودشون رو به پیش ببرن. خیلی عالی. چی شد که روسیه تصمیم گرفت که از یک نظاره‌گر تبدیل بشه به یک بازیگر در سوریه؟ از سال نظاره‌گر در سال 2011 و یک بازیگر در سال 2015. اون انگیزه هایی که در واقع در پرسش اول در موردش صحبت کردیم که میتونستن به هر حال سوریه رو به یک کشور مهم برای روسیه تبدیل بکنن، واقعیت اینه که وجود داشت. یعنی روس‌ها وقتی که نقشه منطقه رو پیش روی خودشون میذاشتن، خب سوریه رو یک موقعیت استراتژیک خیلی جذاب، هم به دلیل حضور در خاورمیانه عربی، هم به دلیل مجاورت با دریای مدیترانه و هم اینکه به هر حال در قلب بسیاری از تحولات مهم و مناقشات مهم در منطقه حضور داشته و به شکل تاریخی هم همیشه سوریه یک و شام در واقع کشور و یک منطقه بسیار مهم و جذاب در طول تاریخ به شمار می اومده. پس اینها همیشه برای روس‌ها وجود داشت. اما چه شد که از 2011 تا 2015 در واقع روس‌ها ورود نکردن و در 2015 این اتفاق افتاد؟ واقعیت اینه که در اینجا نقش ایران و در واقع نقش سردار سلیمانی غیر قابل انکار هست. شهید سلیمانی در سفرهایی که به روسیه داشت و دیدارهایی که با آقای پوتین و سایر مقامات ارشد روسیه، مقامات ارشد نظامی و امنیتی روسیه داشت، در واقع اونها رو قانع کرد و به این جمع‌بندی رسوند که اگر امروز در سوریه وارد عمل نشوند، نه تنها منافعشون در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا به چالش کشیده میشه، بلکه با مشکلات عدیده‌ای در محیط داخلی خودشون، یعنی در داخل روسیه هم مواجه میشن. اگر خاطرتون باشه در اون سالها، در سالهای 2014 2015 افرادی که جذب گروه‌های تروریستی مثل داعش یا جبهة النصره می‌شدن صرفاً سوری نبودن یا صرفاً عرب نبودن، بلکه از مناطق مختلف و کشورهای مختلف در واقع عازم می‌شدن که یک بخشی از اینها یا در واقع جزو اتباع روسیه بودند یا از مناطق پیرامونی روسیه ورود می‌کردند که ما به شکل کلی در واقع اینها رو در قالب اوراسیا نامگذاری میکنیم. پس یک بخشی از اینها حالا یا از قفقازی ها بودن، به ویژه چچنی هایی که معارض بودن با دولت روسیه، در دهه 90 علیه دولت مرکزی روسیه در واقع جنگیده بودن. یک بخشی از اینها از نواحی اورال، نواحی مرکزی روسیه که اونجا هم در واقع جمهوری های مسلمان نشین وجود داره عازم میشدن. یک بخش دیگه شون از جمهوری‌های آسیای مرکزی عازم می‌شدن که خب اونها به حال در سیاست خارجی روسیه به عنوان خارج نزدیک روسیه شناخته میشن. پس بازگشت احتمالی اینها به محیط در واقع سنتی و سابق خودشون میتونست مخاطرات بسیار جدی رو برای روس‌ها ایجاد بکنه. این موضوع خیلی موضوع در واقع برجسته‌ای شد برای روس‌ها، ضمن اینکه از دست رفتن سوریه هم میتونست موقعیت بین المللی روسیه رو تحت تأثیر قرار بده. به همین دلیل روس‌ها تصمیم گرفتن برای اولین بار بعد از فروپاشی شوروی در واقع اقدام نظامی خارج از محدوده اوراسیا بکنن. قبلا خب اقدام نظامی روس‌ها در محدوده اوراسیا
انجام داده بودن. در منطقه قفقاز مثلا در سال 2008 در اوت 2008 جنگ روسیه و گرجستان اتفاق افتاد، یا در 2014 به هر حال تحولات اوکراین و انضمام شبه جزیره کریمه به خاک روسیه اتفاق افتاد، ولی اینها همش در محیط پیرامونی روسیه و در منطقه اوراسیا بود. ولی در 2015 روس‌ها اقناع شدن و به این جمع‌بندی رسیدن که باید برای اولین بار بعد از فروپاشی شوروی پاشون رو فراتر از منطقه و محدوده اوراسیا بذارن و خب وارد در واقع سوریه شدن و با کمک ایران و در واقع با ائتلافی که بین ایران و روسیه شکل گرفت موفق به نابودی و تضعیف بخش مهمی از تروریست ها شدن و خب دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای هم دو کشور در این مسیر داشتن. این حضور روسیه توی سوریه چه تأثیر روی روابطش با سایر کشورها گذاشت؟ مثلا ما وارد سوریه شدیم، بسیاری از کشورهای عربی علیه ما بیانیه صادر کردن و خیلی با ما مخالفت کردن و خیلی جاها ما رو اذیت کردن. این چه تأثیر روی روسیه داشت، روابطی که داشتش؟ تأثیرات قابل ملاحظه‌ای در واقع داشت. یک بخشش به روابط روسیه با غرب ارتباط پیدا می‌کرد که خب واکنش‌های بسیار منفی رو از دولت اوباما در آمریکا تا دولت‌های اروپایی در واقع برانگیخت و همه به نوعی مخالفت خودشون رو با حضور روسیه در سوریه نشون دادن. یک بخش دیگرش در منطقه و در سطح بازیگران در واقع منطقه‌ای رخ داد و مشخص شد که به شکل مشخص اگر بخوایم اشاره کنیم میتونیم به ترکیه و عربستان اشاره بکنیم. اگر خاطرتون باشه ترکیه یک جنگنده روسی رو سرنگون کرد و سال بعد هم سفیر روسیه در واقع در ترکیه به قتل رسید که خب اینها همه جزو پیامدهای فکر میکنم سال 2016 یا 2017 در واقع این اتفاق افتاد. اینها همه جزو پیامدهای همین رویداد بود، یعنی این حضور روسیه بود و البته درخواست‌های مکرری که اتفاق می‌افتاد برای اینکه روسیه حضور پیدا نکنه. ببینید وقتی که خب ایران وارد این تعامل با روسیه شد و بقیه متوجه شدن که بله این رایزنی هایی که بین ایران و روسیه داره صورت میگیره به تغییر و تحولات جدی احتمالاً منتهی خواهد شد، تلاش های مختلفی در منطقه صورت گرفت. مثلا آقای بندر بن سلطان که در اون زمان رئیس دستگاه امنیتی عربستان بود چند بار سفر کرد به مسکو و سوچی و با آقای پوتین دیدار کرد. در این دیدارها به روس‌ها پیشنهادهای مالی شد، یعنی پیشنهادهای سرمایه‌گذاری مستقیم مالی به روسیه شد و سعی کردن از طریق تطمیع در واقع روس‌ها رو منصرف بکنن از حضور در سوریه. حتی در آخرین مورد سعودی‌ها به نحو آشکاری روس‌ها رو تهدید کردن که اگر روس‌ها در سوریه حضور پیدا بکنن، اون موقع المپیک زمستانی قرار بود در سوچی برگزار بشه، اعلام کردن که در واقع امکان داره اتفاقات تروریستی در المپیک سوچی رخ بده. یعنی تا این حد هم پیش رفتن، از روش‌های تطمیع و تهدید استفاده کردن برای اینکه روس‌ها ورود نکنن، در واقع ورود مستقیم نظامی نکنن در سوریه. ولی خب روس‌ها به این جنبندی و این تصمیم به هر حال رسیده بودن و این اقدام رو انجام دادن. اینجا خب باز هم خیلی به ویژه حالا جدای از اون فعالیت‌های سیاسی و دیپلماتیک و موضع‌گیری‌های مختلفی که علیه روس‌ها انجام می‌شد، خیلی هم در حوزه رسانه‌ای در واقع جفسازی‌ها و خطسازی‌های منفی هم علیه روسیه، هم علیه ایران و هم علیه روابط ایران و روسیه شکل گرفت که خب نمونه‌های بسیار مختلفی داشت و تا همین اواخر هم در واقع ادامه داشت. مثلا مثل اینکه میگفتن ایران و روسیه دچار اختلافات اساسی شدن، یا روس‌ها اجازه فعالیت به ایران نمیدن، یا موارد این چنینی که خب معمولاً بیشتر بر اساس خبرسازی‌های فیک و دروغین بودش. اشاره به ایران کردید. ما یک دشمنی رو داریم در منطقه به اسم اسرائیل که سالها رابطه مستقیم با روس‌ها داشته و تعاملات زیادی رو هم با هم داشتن، چه در زمان شوروی و چه بعدش. رابطه ما با روسیه چگونه
همسان سازی میشه با رابطه روس ها با اسرائیل؟ اینو میشه توضیحی بدین؟ روابط روسیه با اسرائیل یک روابط نسبتاً پیچیده‌ای هستش و نمیشه تک بعدی یا تک عاملی یا تک علیتی در واقع در موردش بحث کرد و بگیم که صرفاً این رابطه است که مثلا بر ایران تأثیر میذاره یا بالعکس رابطه تهران و مسکو رابطه است که بر روابط روسیه با اسرائیل تأثیر گذاره. خب در سالهای گذشته بخش مهمی از یهودیانی که در واقع اتحاد جماهیر شوروی زندگی می‌کردند به ویژه در اواخر عمر این اتحاد به اراضی اشغالی در واقع مهاجرت کردند. امروز چیزی حدود 1/5 از ساکنان اراضی اشغالی رو روس‌تبارها و روس زبانها تشکیل میدن و خب این عامل ارتباط انسانی عامل بسیار مهمیه، چون که نه فقط یک جمعیت مهم روس تبار در واقع در اونجا وجود داره، بلکه خیلی از اینها به مقامات عالی سیاسی هم دست پیدا کردن، مثل ریاست کنست، مثلا آقای لیبرمن که وزیر خارجه در واقع رژیم صهیونی بود، خب یک روس تبار بود و خب این وقتی می‌خواست با روس‌ها ارتباط برقرار کنه خیلی راحت به زبان روسی میتونست باشون صحبت کنه و این ارتباط قاعدتاً ارتباط خیلی گرمتری میشه. پس علاوه بر اون جمعیت یک بخشی از اینها جزو نخبگان سیاسی در واقع اسرائیل بودن و به هر حال تا مقامات بالا تونسته بودن بیان و خودشون رو ارتقا بدن. یک اصلی هم در سیاست خارجی روسیه وجود داره مبنی بر حمایت از روس تباران در هر جای جهان که هستن و اصلا روسیه با تمسک به همین اصل وارد در واقع مناطق شرقی و جنوبی اوکراین شد. هم در 2014 در واقع با تاکید بر این اصل اعلام کرد که شبه جزیره کریمه رو به خاطر اینکه روس تباران در اونجا میخواهند به خاک خودش زمینه میکنه، هم اوکراین بله در سال 2014 هم در این جنگ اخیر روسیه در واقع در حمایت از روس تباران وارد اقدام نظامی شد و به قول خودشون عملیات ویژه‌شون رو در واقع شروع کردن که حالا به این جنگ چند ساله در واقع ختم شده. پس این اصل بسیار مهمیه در سیاست خارجی روسیه، به خاطرش حاضرن جنگ هم بکنن و در اینجا هم یک جمعیت در واقع روس تباری وجود داره که اتفاقا سطوح عالی سیاسی هم در واقع بالا اومدن. این یک بعد روابط روسیه با اسرائیل. یک بعد دیگرش این هستش که این روابط در برخی از حوزه‌ها خیلی پیشرفته و در هم تنیده است. مثلا در حوزه های تکنولوژی خب در سالهای گذشته ارتباطات خیلی نزدیکی بین روس‌ها و اسرائیلی‌ها برقرار بوده. روس‌ها به دلیل نگاه‌هایی که در غرب بهشون بوده خیلی از تکنولوژی‌های پیشرفته رو نمی‌توانستن از غرب وارد بکنن، ولی اسرائیل براشون دروازه ورود این تکنولوژی‌ها بوده. شاید براتون جالب باشه که در سال 2009 روس‌ها به در واقع فناوری پهپاد برای اولین بار از طریق اسرائیلی‌ها دست پیدا کردن و خب این نشون میده که چقدر روابط در این حوزه‌ها میتونه جذابیت داشته باشه برای روس‌ها. در عین حال برای اسرائیلی‌ها همین رابطه‌ای در واقع جذابی بوده، چون برای اینکه نشون بدن که فقط در واقع از طرف غرب و آمریکا و کشورهای اروپایی حمایت نمیشن، بلکه دیگران هم در واقع جزو حامیان اسرائیل هستن. پس این روابط یک روابط چند بعدیه در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ارتباطات انسانی، به هر حال رفت و آمدها هست. خانواده‌های بسیاری از اینها هنوز در روسیه هستن و دائما این اتفاق میفته، سالانه تعداد زیادی گردشگر از روسیه به اراضی اشغالی میره و بالعکس. اما این که ما با تمام این در همتنیدگی روابط روسیه و اسرائیل بخوام بگیم که این رابطه میتونه بر رابطه ایران و روسیه تأثیر بذاره، این هم در واقع تحلیل اشتباه و نادرستی است. چرا؟ چون که عکس این اتفاق هم میتونه بیفته، یعنی رابطه ایران و روسیه هم میتواند بر روابط روسیه و اسرائیل در واقع تأثیر بذاره. پس این از این زاویه نگاه کردن به موضوع اساساً زاویه در واقع درست و دقیقی
نیست. ما باید ببینیم که در سوریه از همکاری با روسیه چه چیزی به دست آوردیم و آیا آنچه که به دست آوردیم دیگه الان چون شرایط خیلی دیگه تغییر کرده، خیلی راحت در واقع میشه به گذشته نگاه کرد. به هر حال دیگه نه دولت آقای اسدی وجود داره، نه اون همکاری که بین ایران و روسیه در سوریه شکل گرفته بود وجود داره. خیلی راحت و دقیق در واقع میشه ارزیابیش کرد. ما چه چیزی به دست آوردیم از این همکاری؟ ما هدفی که داشتیم رو در واقع به دست آوردیم. ما هدفمون در سوریه این بودش که به هر حال دولت آقای اسد، نه صرفا به خاطر اینکه آقای اسد در اونجا هست، بلکه به این دلیل که دولت در واقع در چارچوب مقاومت هست، حفظ بشه و این شبکه به هم پیوسته در واقع مقاومت بتونه موجودیتش رو حفظ بکنه. به همین دلیل ما در سوریه حاضر شدیم. ضمن اینکه مسئله تروریسم برای ما مسئله بسیار مهمی بودش و میدونیم همه که داعش نقشه داشت و طرح داشت، نقشه هاش رو هم منتشر کرده بود که بعد از سوریه و عراق در واقع میخواد وارد ایران بشه و چه کارهایی انجام بده. پس تهدید تروریسم برای ما بود، حفظ مقاومت برای ما بود، در کنارش ایجاد صلح و آرامش و ثبات در منطقه برای ما مهم بود و مهمتر از همه اینا به هم زدن طرح‌هایی که در واقع غربی ها برای منطقه داشتن. به هر حال بحران سوریه یک بحران ذاتی و داخلی نبود، یک بحرانی بود که از خارج بر این کشور تحمیل شد و به قول معروف میشه گفت یک بحران مصنوعی و یک آشوب مصنوعی بود که از خارج یک بخش مهمیش در واقع تحمیل شد. پس ما این 4 تا هدف رو داشتیم و به این 4 تا هدفمون در اون برهه زمانی دست پیدا کردیم از طریق همکاری با روسیه. من خاطرم هستش که تو اون زمانی که در واقع ما با روس‌ها به توافق رسیدیم که ورود بکنن، زمانی بودش که از قریب الوقوع بودن سقوط دمشق صحبت میشد. یعنی در واقع ثانیه شمار گذاشته بودن و میگفتن که امروز، فردا، 1 هفته دیگه، 2 هفته دیگه. به رسانه‌های اون زمان اگر برگردین و تولید محتوایی که میکردن، این ثانیه شمار رو کاملا میدونین. یعنی یک زمان سنج گذاشته بودن برای سقوط دمشق و دولت مستقر در اونجا. ولی این همکاری کاملا ورق رو برگردون، گروه‌های تروریستی رو در داخل سوریه تضعیف کرد، برخی از اونها رو به شکست و نابودی کامل کشون. ما موفق شدیم شبکه مقاومتی خودمون در اونجا رو در واقع حفظ بکنیم، موفق شدیم طرح‌ها و برنامه‌های در واقع غرب رو در منطقه به هم بزنیم و مهمتر از همه اینها، برای اولین بار در منطقه خاورمیانه، در تاریخ معاصر منطقه خاورمیانه، روند صلحی شکل گرفت که در اون روند صلح غربی ها مبتکر و بنیانگذار نبودند. یعنی روند صلحی که بین ایران، روسیه و ترکیه شکل گرفت، به توافق آستانه در واقع یا روند آستانه معروف شد، برای اولین بار یک ابتکار صلح غیر غربی در منطقه خاورمیانه. شما به هر کدوم از مناقشات و بحران‌هایی که در منطقه شکل گرفتن نگاه بکنید، می‌بینید که یک پای حل و فصلش طرف‌های غربی هستن و ابتکارات غربی هستش که داره کار میکنه. ولی نتیجه این بحران و این همکاری این بودش که برای اولین بار یک چنین روندی شکل گرفت که خودش در جای خودش در واقع موضوع بسیار مهمی هست. برخی‌ها ولی معتقدن که روسیه بعد از اینکه به این اهدافی که داشت رسید توی سوریه، با معامله انجام داد با ترکیه و ایران رو دور زد و در نهایت باعث شد که ترکیه بیاد جولانی رو فعال بکنه و جبهت النصره یا همون تحریر الشام که الان هست باعث بشه که دولت بشار اسد سقوط بکنه و این باعث تضعیف محور مقاومت و جبهه مقاومت بشه. آیا این نظریه که برخی مطرح میکنن رو شما قبول دارید یا درست هست اصلا یا ناقصه، فقط یک سمت ماجرا میبینن؟ این نوع نظریات در مورد همه چیز در واقع مطرح میشه. خیلی ها میگفتن که روس‌ها در واقع در مثلا عملیات طوفان الاقصی هم نقش داشتن، به این دلیل که تمام توجهات از جنگ اوکراین معطوف شد به حال منطقه غرب آسیا. خب این مدلی در واقع میشه همه چیز رو تحلیل کرد، اما اگر ما نتیجه محور به این موضوع نگاه بکنیم، خب روس‌ها چه چیزی واقعا به دست آوردن از اینکه یک دولت متحد خودشون در سوریه از قدرت برکنار بشه
و یک دولتی بر سر کار بیاد که حالا جدای از همه اون سابقه های در واقع تروریستی که داشته که خودش میتونه برای روس‌ها هم تهدید محسوب بشه در جای خودش، کما اینکه دیدین که در همین اتفاقاتی که در واقع افتاد در سوریه خیلی از اینا اصلا عربی صحبت نمی‌کردن، خیلی هاشون داشتن به زبان‌های ترکی یا گویش‌های قفقازی در واقع با هم دیگه صحبت می‌کردن. خب پس این یک بخشش اینه که شما یک دولت متحد خودت رو از دست بدی در یک منطقه کاملا استراتژیک. بخش دوم دیگرش اینه که اون گروه‌های تروریستی که شما در پی سرکوبشون بودی و از بین بردنشون بودی حالا بیان از حمایت یک دولتی هم در واقع برخوردار بشن. بخش سومش اینه که دولت آقای جولانی طرفدار روسیه که نیست، دولتی است که به هر حال یا گروهی است که بهتر بگیم گروهیه نه دولت، گروهی است که توسط غرب در سالهای گذشته حمایت شده و پشتیبانی شده. خب آقای جولانی آیا در سوریه میتونه تامین کننده منافع روس‌ها باشه؟ پس شما از هر زاویه‌ای به موضوع نگاه بکنید ببینید که روس‌ها از این تحولات کاملا متضرر شدن، یعنی هیچ منفعتی براشون وجود نداره که ما الان بذاریم روی میز بگیم خب حالا روس‌ها متحد خودشون رو از دست دادن، تروریسم ممکنه که در اینجا در واقع تقویت بشه، نفوذ غرب هم در اینجا افزایش پیدا میکنه، حالا این هم برگ برنده روس‌ها. چنین چیزی اصلا وجود نداره، یعنی هیچ موردی رو ما نمیتونیم نام ببریم که بگیم خب حالا روس‌ها این دستاورد هم به دست آوردن از تغییر دولت در سوریه. برای این نوع تحلیل کردن و این نوع نگاه کردن نگاه درست و صحیحی نیست، کما اینکه روس‌ها پایگاه‌های نظامیشون رو هم در واقع تقریبا میشه گفت از دست دادن و تخلیه کردن و البته دارن مذاکراتی رو انجام میدن. تا اونجایی که من یادم هست تو اخبار میخوندم روسا 2 تا پایگاه اصلیشون همایمیم و فکر کنم لاذقیه رو تخلیه نکردن و نگه داشتن. نه تخلیه کردن، یک بخشی از در واقع تجهیزاتی که در اونجا داشتن رو به لیبی منتقل کردن، بخشی از نیروهایی که داشتن رو تخلیه کردن. البته پایگاه ها رو هنوز تحویل در واقع آقای جولانی و تیم اون ندادن، همچنان در دست روس ها هست. ولی این که در واقع چه کسی تصمیم میگیره که این پایگاه ها باقی بمونه یا باقی نمونه یا با اون توافقات پیشینی که بین دولت، چون این پایگاه ها توافقات در واقع 49 ساله و بلند مدت بوده بین روس ها و دولت پیشین سوریه، حالا اینکه دولت جدید میاد به این توافقات پایبند میمونه یا نه، یا اصلا حاضره که در واقع حضور روس ها رو بپذیره یا نه، این در واقع موضوع متفاوتی است که میشه در موردش صحبت کرد که چه عواملی میتونه مؤثر باشه که اونها این کار رو انجام بدن یا چه عواملی میتونه کاملا این پایگاه ها رو در واقع به تعطیلی بکشونه. ولی واقعیت اینه که روس‌ها تا این لحظه هیچ دستاورد قابل ملاحظه‌ای از رفتن آقای اسد نداشتن و چیزی به دست نیاوردن. به نظر میرسه که در اینجا روس‌ها هم در واقع غافلگیر شدن در مورد تحولات سوریه. کما اینکه شما حتی اگر به وقایع پیش از سقوط دولت‌های اسد هم نگاه کنید می‌بینید که روس‌ها تا آخرین لحظه دارن بمباران هوایی میکنن و تلاش میکردن که در واقع از پیشروی این گروه‌های تروریستی جلوگیری بکنن که حالا به دلیل شرایطی که در میدان وجود داشت و در دولت آقای اسد و در ارتش در واقع سوریه وجود داشت عملاً بیفایده شد. هم تلاش‌های روس‌ها هم تلاش‌های ایرانی‌ها برای اینکه شرایط رو تغییر بدن که اینم بازم خودش بحث جداگانه‌ایه. ولی روس‌ها تا آخرین لحظه هم در واقع ایستادن و اقدام نظامی علیه این گروه داشتن انجام میدادن. به نظر میرسه که روس‌ها در اینجا غافلگیر شدن، شبیه به خود ما تا حد زیادی. هم بله ترکیه نقش مهمی داشت به این دلیل که به نوعی ایران و روسیه رو فریب داد در مذاکراتی که داشتن، حتی تا روز قبل و شب قبل از در واقع تا همون شب سقوط دولت آقای اسد در دوحه قطر مذاکراتی که بین ایران، روسیه و ترکیه بود، تا اونجا در واقع ترکیه بحث‌های دیگری رو مطرح می‌کرد و میشه گفت تا دقیقه 90 همه طرف‌ها رو در واقع حداقل در پای میز مذاکره فریب داد. خب اینجا حالا موضوعات دیگری برای روس‌ها هم
وجود داره، از جمله درگیریشون در جنگ اوکراین و مسائل دیگری که شاید روی سیاست خارجی روسیه و روی نوع کنش روسیه در سوریه به حال تاثیرگذار بوده باشه. ولی اینکه بگیم تحولات سوریه معامله پشت پرده روسیه با ترکیه بوده، این گزاره کاملا اشتباه و نادرستیه. تعاملات ایران با روسیه بعد از سقوط دولت بشار اسد چه چشماندازی رو داره، چه تغییراتی رو قراره توش ببینیم ما، به خصوص بعد از حالا این تفاهم نامه 20 ساله‌ای که با هم امضا کردن؟ آیا دو تا کشور میخوان با همون روابط رو حفظ بکنن و گسترده ترش هم بکنن، یا نه چون دیگه جایی ندارن که با هم مستقیما فعالیت بکنن کم رنگ تر میشه این روابط بین ایران و روسیه؟ روابط ایران و روسیه یک روابط بسیار پرفراز و نشیب بوده در سالهای گذشته و به این هم اشاره بکنیم که این سند جامعه همکاری های راهبردی که الان امضا شده اولین سند در نوع خودش نیست. یک سندی هم ایران و روسیه در سال 2001 امضا کردن، بین آقای خاتمی و پوتین امضا شد که اون سند نامش سند اساس روابط متقابل بین ایران و فدراسیون روسیه بود. یک سند در واقع بلند مدت 10 ساله بود که برای 2 بازه 5 ساله هم تمدید شد و تا به امروز که این سند جدید امضا شد همچنان اون سند در واقع کار میکرد و مبنای روابط ایران و روسیه بود. منتها واقعیت اینه که چنین سندهای زیرپایه‌ای هستن، سندهای زیربنایی هستن، خودشون به تنهایی نمیتوانند جهشی در روابط کشورها ایجاد بکنن. برای اینکه این جهش ایجاد بشه باید تک تک بندها و مفاد این سند به قراردادهای اجرایی تبدیل بشه و دو کشور بنشینن پای میز مذاکره و اینها رو تبدیل به قراردادهای اجرایی بکنن. اما در چشمانداز کلی واقعیت اینه که همکاری ایران و روسیه در سوریه، یعنی تجربه همکاری موفق در یک پرونده منطقه‌ای و بین‌المللی نقش بسیار زیادی داشت حتی بر روابط دو جانبه تهران و مسکو و باعث شد که پیوندهای عمیق‌تری بین ایران و روسیه ایجاد بشه، پیوندهایی که قبل از 2015 به این شکل وجود نداشت. ما میدونیم مثلا در سال 2010 2011 روس‌ها هم به قطعنامه‌های ضد ایرانی شورای امنیت رأی مثبت میدادن در مورد پرونده هسته‌ایمون و خب اساساً با رأی مثبت همه اعضای ایران رفت در ذیل بند 7 منشور سازمان ملل. ولی از 2015 به بعد شرایط همکاری ایران و روسیه در منطقه بر وضعیت مناسبات دو جانبه تهران و مسکو هم تغییر گذاشت. دو کشور متوجه شدن که اولا ما تهدیدهای مشترک متعدد مواجه هستند. تروریسم میتونه تهدید مشترک برای هر دو کشور باشه. گسترش ناتو به شرق میتونه تهدید مشترک برای هر دو کشور باشه. تشدید نفوذ امنیتی و نظامی آمریکا در محیط‌های پیرامونی دو کشور میتونه تهدیدهای مشترک باشه. پس دو کشور تهدیدهای مشترک فراوان و متعددی رو احساس کردن. در این حال متوجه شدن که همکاری با یکدیگر چقدر میتونه مفید باشه، ثمربخش باشه و اونها رو به اهدافشون نزدیک بکنه. ببینید این نکته رو توجه داشته باشیم که هدف نهایی و غایی ما از حضور در سوریه حفظ جبهه مقاومت بود و توانمند نگه داشتن جبهه مقاومت بود، در حالی که هدف نهایی روس‌ها چیز دیگری بود. هدف نهایی روس‌ها این بود که بتوانن نفوذ خودشون رو در این پایگاه استراتژیک حفظ بکنن. اینجا با اینکه اهداف نهایی با هم دیگه متفاوت هست، یعنی هر کدوم دنبال یک چیزی بودن، ولی یک همسویی وجود داشت در این اهداف و این همسویی باعث شد که ایران و روسیه با هم دیگه همکاری بکنن. در مورد سایر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی هم شاید هدفها عین هم و شبیه هم نباشه، یعنی کاملا مشترک نباشه، ولی همسو هست. یعنی ایران و روسیه مثلا در مورد افغانستان اهداف همسویی دارند
هر دو دنبال یک چیز هستن. یا در مثلا منطقه قفقاز، خب در این سالهای اخیر بازم خیلی پر سر و صدا شده، اهدافشون شاید دقیقاً شبیه به هم نباشه ولی یک همسویی راهبردی و کلی در مناسباتشون در واقع وجود داره. به همین دلیل تجربه همکاری موفق در پرونده سوریه دو کشور رو به این سمت برد که خب حالا بیان یک تجدید نظر اساسی هم در روابط دو جانبهشون انجام بدن. خب اون معاهده پیشین یا اون سند همکاری اساس روابط متقابل خب مربوط به سال 2001 بود. از 2001 تا امروز تحولات بسیار زیادی در هم نظام بین‌الملل رخ داده و هم در روابط خود ایران و روسیه. بنابراین دو کشور به این نتیجه رسیدن که به جای تمدید در واقع اون معاهده بیان و یک سند جدید رو امضا بکنن، سندی که بتونه زیربنای توسعه برای مناسبات آتی باشه و چشمانداز روابط دو کشور رو برای آینده در واقع مشخص بکنه. امروز در روابط ایران و روسیه هم مسائل دو جانبه متعددی وجود داره که در واقع دو کشور میتونن در موردش همکاری بکنن و جزو اون عامل‌ها و علل‌ها برای توسعه روابط باشه، هم مسائل متعدد و متنوع منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه در محیط‌های پیرامونی دو کشور وجود داره که میتونه مبنا برای همکاری‌های بیشتر باشه. خیلی نگرانن از اینکه ایران داره فقط الان به روسیه تکیه میکنه و تنها شریک خودش رو روسیه قرار داده و همین میتونه در آینده اثر منفی داشته باشه و در اون بزنگاه‌های خاص ما شاید از اون کمک و حمایت روسیه نتونیم استفاده بکنیم و شاید هم حتی مثلا بعد از مسئله اوکراین روسیه تغییر نگرشی داشته باشه. اینو چجور؟ در کشور ما معمولا نسبت به روسیه دو نگاه خیلی غالبیه. یک نگاه رمانتیکی هست نسبت به روسیه که یک عده مجذوب همکاری با روسیه و توسعه همکاری با کشوری مثلا مثل روسیه و چین هستن. یک نگاه تکفیری هست به نوعی که از اساس رد میکنن روابط با این کشورها رو و حالا به مسائل تاریخی اشاره میکنن یا به برخی از نقاط ضعف در روابط دو کشور در واقع دست میذارن و اونها رو بزرگ میکنن بیش از حد و به کلی منکر در واقع مناسبات میشن، منکر سودآور بودن در واقع مناسبات میشن. خب هر دو نگاه‌های نادرستی است. ما برای سنجش روابط خارجیمون و سیاست خارجیمون باید یک متر و معیار مشخص داشته باشیم که بر مبنای اون اندازه‌گیری بکنیم که آیا روابط با کشورهای دیگر روابط درست و سودآوری هست یا نیست و اون متر و معیار منافع ملی و امنیت ملی ما هست. ما رابطمون با هر کشوری که منافع ملی و امنیت ملیمون رو تأمین بکنه حتما برامون سودآوره و رابطه با هر کشوری که بخواد به منافع ملی و امنیت ملیمون ضربه بزنه حتما زیان باره. منتها ما این نگاه واقع بینانه رو خیلی کم داریم. در واقع علتش هم این هستش که سیاست خارجی در کشور ما جناحی شده. یک عده‌ای در واقع در یک جناح طرفدار رابطه با شرقن، یک عده دیگری در جناح دیگه طرفدار رابطه با غرب هستن و اون چیزی که در این بین در واقع نادیده گرفته میشه منافع ملی و امنیت ملی کشور هست. واقعیت اینه که شما سطح تا ذیل روابط ایران و روسیه رو بررسی بکنید در هیچ حوزه این وابستگی رو نمیبینید. شما مثلا به رابطه اقتصادی ایران و روسیه نگاه بکنید. این رابطه در طول 2 دهه گذشته، بیش از 2 دهه گذشته نهایتاً حدود 3 تا 4 میلیارد دلار بوده که اصلا رابطه قابل در واقع بحثی در حوزه اقتصادی به شمار نمیاد. یعنی رابطه قابل اتکایی نیستش در حوزه اقتصادی که ما مثلا بگیم که ایران به روس‌ها تکیه کرده و فردا اگر روابطش با روسیه قطع بشه مثلا در حوزه اقتصادی متضرر میشه. یا در حوزه سیاسی یا در حوزه‌های امنیتی و نظامی واقعیت اینه که اصلا چنین چیزی در واقع در اصل و در ماهیت روابط وجود نداره. ایران نگاهش نگاه کاملا مستقلانه هست به روابط بین‌الملل، به نظام بین‌الملل و به روابط با کشورهای مختلف و روسیه هم در همین
دایره می‌گنجه و در نگاه ایران هم در واقع این نگرش واقع گرایانه وجود داره که دوست و دشمن دائمی نیست، بلکه اون چیزی که دائمی هست منافع ملی و امنیت ملی هست. بنابراین به هیچ وجه من با اطلاع کامل از ماهیت این رابطه دارم میگم که به هیچ وجه در نگاه ایرانی اون نگاه رمانتیسمی که در موردش صحبت کردیم غالب نیست نسبت به روسیه. ما کاملا بخش‌های مختلفمون، بخش‌های نظامیمون، بخش‌های امنیتیمون، بخش‌های سیاسیمون کاملا واقع گرایانه دارن تعامل میکنن و به هیچ وجه در واقع این شرایط وجود نداره در روابط ایران روسیه. محتوایی که داخل این تفاهم نامه اومده به چه موضوعاتی اشاره داره؟ بیشتر اقتصادیه یا سیاسیه یا امنیتیه یا تجاریه؟ همه در واقع این موارد رو در بر میگیره. به همین دلیل هم نامش هست سند جامع راهبردی روابط ایران روسیه، یعنی عنوان جامع به خاطر این اضافه شده و وجود داره اساساً که همه ابعاد روابط رو در نظر میگیره. توسعه مناسبات اقتصادی در بندها و مفاد این قرارداد هست، توسعه روابط فرهنگی و اجتماعی وجود داره، همکاری ها در حوزه های امنیتی و نظامی وجود داره، ارتقای همکاری های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی وجود داره و میشه گفتش که یک سند کاملا جامعی برای همکاری ها در واقع تدوین شده، حتی تا حوزه هایی مثلا همکاری های علمی، گسترش کرسی های زبان روسی مثلا در داخل ایران یا آموزش زبان فارسی در داخل روسیه. چون یه نقطه ضعف بزرگی که روابط ایران روسیه داره اینه که ما معمولا وقتی که اسم روسیه میاد در داخل کشور خودمون بیشتر اون جنبه های نظامی و امنیتی و سیاسی روابط برامون برجسته میشه و اون جنبه فرهنگی، تعاملات انسانی و اجتماعی روابط خیلی نادیده گرفته میشه و این باعث میشه که اتفاقا روابط دو کشور به همدیگه پیوند نخوره. ما اگر بتونیم تو اون حوزه ها روابط خودمون رو گسترش بدیم حتما میتونه یک زیربنای مناسب برای روابط اقتصادیمون باشه، برای مناسبات امنیتی و نظامیمون در واقع با هم دیگه باشه. پس به همه این حوزه ها در واقع در این سند اشاره شده و همه این حوزه ها مورد تاکید قرار گرفته، ولی بازم نکته مهم اینه که واقعا باید از دستگاه‌های مختلف در داخل کشور مطالبه گری کرد که به سمت اجرایی شدن مفاد مختلف این سند حرکت کنن تا این هم در واقع به سرنوشت اون سند ایران و چین در واقع مبدل نشه و منتهی نشه. شما میون صحبتاتون اشاره کردین که ایران و روسیه غافلگیر شدن در ماجرای سوریه. برای سوال آخرم این سوال رو میخوام بپرسم ازتون که دو کشور چه کاری باید انجام بدن که در تحولات بعدی غافلگیر نشن و چه واکنش‌های سریع رو باید انجام بدن یا گسترش همکاری در منطقه است یا حالا کارهای دیگه‌ای؟ به نظرتون چه کاری کلاً باید انجام بدن که بتونن از این غافلگیری‌ها جلوگیری بکنن و منافع خودشون رو بتونن حفظ بکنن در منطقه یا حالا در روابطی که با هم دارن با سایر کشورها؟ در سالهای اخیر زیربناهای خیلی خوبی در روابط ایران روسیه به وجود آمده، به ویژه در حوزه‌های امنیتی و نظامی. تبادلات اطلاعات به شکل روزانه و لحظه‌ای در واقع بین طرفین وجود داره و خب همکاری‌ها در این حوزه‌ها عمق قابل توجهی پیدا کرده. این که ما میگیم غافلگیر شدن صرفاً به معنای در واقع بیخبری نبود، نه، هم ایرانی ها مطلع بودن از تحرکاتی که داره در داخل سوریه و حالا در اون منطقه ادلب و تحریر الشام با حمایت ترکیه انجام میشه، هم روس‌ها مطلع بودن چون هر دو اساساً در منطقه حضور داشتن، پست‌های در واقع دیدبانی و مراکز مراقبت داشتن و اوضاع رو کاملا رصد میکردن، اطلاع داشتن که چه اتفاقاتی داره رخ میده. این که میگیم غافلگیر شدن بیشتر به این معناست که خب در حوزه سیاسی دست کم آن مواردی که در واقع به ایران و روسیه منتقل شد موارد نادرستی بود. شاید
یک اعتمادی در واقع اینجا به هر حال همه طرفین به همدیگه داشتن که خب یکی از اون اضلاع در واقع از این اعتماد سوء استفاده کرد به نوعی و حتی تا اون شب آخر و اون اجلاس دوحه هم دولت ترکیه و نمایندگان ترکیه در واقع بحث از این میکردن که این گروه در همون محدوده جغرافیایی محدود خواهد ماند و به سمت پایتخت حرکت نخواهد کرد، در حالی که ظرف مدت کوتاهی در واقع این اتفاق افتاد. از این حیث عرض میکنم که در واقع یک غافلگیری اتفاق افتاد، وگرنه از حیث اطلاعاتی حتما اطلاع داشتن، حتما هشدار داده بودند. ولی خب به هر حال واقعیت اینه که هم ایران در جنگ غزه و تحولات ما بعد اون به هر حال به نوعی درگیر بود و بخش اعظم توجهش به اون سمت بود، هم روس‌ها در جنگ اوکراین به شدت درگیر شدن و به هر حال اوکراین براشون قطعاً اولویت خیلی بیشتری نسبت به سوریه یا هر کشور دیگری داشته و داره. بنابراین از این حیث میشه گفتش که یک کمی شاید به هر حال توجه ها خیلی معطوف نبود به آن چیزی که داره در سوریه اتفاق میفته و خب این موضوع رقم خورد. البته این موضوع واقعیت اینه که این که ما بخوایم ایران رو یا روسیه رو در واقع مقصر بدونیم به هیچ وجه درست نیست. یعنی این تحلیل که بازم خیلی باب شده تو حداقل فضای داخلی ما که سعی میکنن یا حالا خودمون رو متهم کنیم یا روس‌ها رو متهم بکنیم که ما اشتباه کردیم و این اتفاق افتاد، این هم تحلیل درست و دقیقی نیست، چون ما هم در حوزه اطلاعاتی، هم در حوزه امنیتی، هم در حوزه نظامی، هم در حوزه سیاسی کاملا هوشیار بودیم نسبت به آن چیزی که داره اتفاق میفته. منتها وقتی که خب یک دولت از درون و یک ارتش از درون در واقع دچار اضمحلال و نابودی میشه، خب این رو هیچ جوری نمیشه حفظ کرد و خب نه ایران و نه روسیه و نه هیچ کشور دیگری اساساً توانایی جلوگیری از این روند رو نداشت، چون اون کشور خود در درون خودش دچار فروپاشی شد. ببینید در بحران 2011 چرا دولت آقای اسد موند؟ یک عامل، مهمترین عامل بود بجز کمک‌های خارجی که حالا از سوی ایران و روسیه و بقیه جریان‌ها شد، که اینها عوامل مهم بودن ولی عامل اصلی نبودن. عامل اصلی یک چیز بود، اون هم حفظ یک پارچگی حاکمیت در داخل سوریه بود. در داخل سوریه حاکمیت این کشور، حاکمیت که میگیم تمام اجزای سیاسی، نظامی و اقتصادی، دچار فروپاشی نشد در بحران 2011، ولی در بحران اخیر این فروپاشی اتفاق افتاده بود و فقط در واقع به یک تلنگر یا یک جرقه در واقع نیاز داشت. بنابراین در اونجا میشد اقداماتی انجام داد و خب این اتفاق هم افتاد، ولی در بحران اخیر قاعدتا نمیشد هیچ کاری کرد با توجه به وضعیتی که وجود داشت. بنابراین نه مقصر ایرانه نه مقصر روسیه است، بلکه به هر حال باید در عوامل دیگری این موضوع رو جستجو کرد. هرچند که به هر حال اینجا بازم اون تعاملات دیپلماتیکی که با ترکیه داشتن دو کشور خب خیلی تاثیرگذار بود، حداقل در اون بعد دیپلماتیک و سیاسیش، ولی در سایر ابعاد واقعیت اینه که دو کشور هیچ تقصیری نداشتن و دوشادوش همدیگه تا لحظه آخر با همدیگه همکاری هم کردن در حوزه‌های نظامی، اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی. ایران و روسیه واقعا تا لحظه آخر در سوریه با هم همکاری کردن، حتی بعد از این وقایع هم باز هم رایزنی‌های دیپلماتیکشون با همدیگه ادامه پیدا کرده. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، با ما همراه باشید و صفحات مجازی ما رو دنبال بکنید.